بچه خوش اومدیم به این ویدیو. اگر اینکه رنگ قرمز ببینم ویدیو تمومه. لاوا نارنجیه. پورتال خراب میشه گفت. پورتال خراب. آتیش ندر. بریم توی ندر و پورتال ندرم ببینیم دیگه تمومه دیگه. یک کوچولو شنگرنه باشه ربط نداره. نرو بچه ویدیو رو حساب میکنم. من سریع ببینم مشکل این چیه. 7 دقیقه طول کشید تا بیاد. با تو نبودم. 7 دقیقه طول کشید باز بیاره. حاجه خیلی شده. دنس من بدم درست کنم براتون چند تا دنس بزنم. پیش دوستم. اپراتور الان باید از ویلیج دوری کنم. از سرم نیستم. کجای سریع اکسپورتین چیه اونا؟ اون ویلیج ها همه چیشون قرمزه. درشون هر چیشون بلاک قرمز اینا. توی کرافتینگ تیبل ببینم. کرافتینگ تیبل ربطی نداره. بچه گفتم توی کرافتینگ تیبل ببینم ربطی نداره. ولی خدای چالش سختیه. فالوم کنین. چالش های سختی دیگه میخوام برم از این به بعد. چالش هم داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه برای پلی دادن. یعنی کمتر دارم میذارم چون چالش های سخت‌تری دارم میارم. چند تا استیک بیارم. یه دونه کلنگ، یه دونه تپ ندرایت، یه دونه 4 تا از این میگیرم. از اینو رد بیل میزنم. خیلی بازی سخته.